سرگرمای کشنده 50 درجه جمهوری اسلامی آب و برق را از مردم قطع می کند. نه از ناتوانی بلکه از عامدانه ترین شکل شکنجه. مردمی که سالها زیر فشار گرانی، سانسور، سرکوب زنده مانده‌اند حالا باید در تاریکی و تشنگی هم نفس بکشند. حکومتی که حتی از ابتداترین حقوق انسانی، دسترسی آب و برق و اینترنت را از مردم دریغ می کند، چطور می تواند ادای مشروعیت کند؟ در کنار این فشارها، اعدام همچنان ابزار تهدید برای مردم است. صدای معترضین را با گلوله خاموش می کند. فریاد عدالت‌خواهی را با چوبه دار پاسخ می دهد. جمهوری اسلامی با قطع امید، قطع آب و برق، قطع نفس به جنگ مردم خود آمده است. اما ما زنده ایم، ایستاده ایم و فریاد میزنیم. ایران جای این همه ظلم نیست. ما زندگی میخواهیم، نه مرگ تدریجی زیر سایه دیکتاتور. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه‌ای.